هرسی شده کرده یه سفر دوباره اومد. هرسم گرفت اونجا که حمله کرد بهش هرسم گرفت. آره ولی ببین چه دندون با لگد بیام چه صورت سفیده. من زدمش، من یه لگد بهش لگد زدی بهش. آره اون کوچیکرم یه پشمه بهش زدم، رابونا بهش زدم. عوضی اونجا اومد واسه گردنش، بعد اعصابم ریختم. حالا این وقتی تدی رفت واسه گردنش اونم فهمید که جدیه قضیه. اومد که بهتر این سگا اینطوری چون زیاد دعوا کردن نمیرن بگیرن. آره میرن بترسون. فقط پارس میکنن. آره ولی تدی میگیره همون در لحظه. خودو بچه حال نداره، خسته است. جون داشتم که میخوردمش همون. به خدای خسته نبودم. شارلوت هم اینجا بود دوستم. دو نفری میکشتش. شارلوت الان با اون یکی سگه فاز نگیرن دوباره. سگش چیه؟ اعصابش خورده دیگه، امیدوارم ماده باشه. دیدی؟ یا صداش داره میاد میشنوی؟ نه بابا مال پرادو عقبی هست. اینقدر پنجره رو با گذاشته بود واسهش اومده. بعد وقت گرما داشت میموند. خب الان کوچیکه دیگه چقدر بقا خوب میکنن. آره دیگه باید دوستشون کنیم سری، وگرنه باید اینو ببندیم اونو ببندیم. با سگ نیارید دیگه، کم داریم میریم واسه چی سگ میارید؟ سگ کوچیک نرم چجوری دوستشون میکنی؟ به زور کارشون میکنی؟ اسپورو هی باید میسونیمشون بغل هم، من اونو راست کنم اون بیاد اینو راست کنم. آره فیوزه خورد به ماشینت؟ گذاشتم جیبم 25 20 گفت 25 تو چند میخوای؟ 30 احتمالاً جواب بده چون فیوز میخواد بپرونه دیگه. اگه 20 آمپر 25 آمپر بیشتر بشه فیوز میتره که کسی کشی آب نشه. این ببینید حالا چند آمپر میکشه. حالا میزنیم دوباره تپ میسوزیم. اونو به اونو جدا کن دیگه. چی رو میگی جا اتصالی میکنه؟ این به بدنه بود. نه اگه بازم بسوزه یعنی اون سیمش آب شده به بدنه زده. یخچاله؟ نه سیم کشی که رفته عقب. یه دفعه شد. نه اینو که زدیم اصلا اینو نباید بزنیم، هر سری هم این کارو میکنیم. نمیدونم چرا. بندازشون. آره یخچال که میزنیم اینو باید بندازیم. ببین اینجا ماشین محلی میان بیار کرایدم اومده. گیر کردن خیلی بلنده بابا پشتش. ولی گیر کردن. دیدی بیا کامران ببندم تو. همه خفه شد. میخوره این برونه. لطفا هیچی نگی ببینم چیکار میکنم. چه چهار رو خفه نیست
سنگ بهش میگن اینا آب شوره. نخوره چوب خشک میندازی های جنگل گل سنگی سبز هم، گل میشه. سنگی هم. اینا تا یکم آفتاب بخوره قهوه میشه، بعد یکم روش آب میریزی همون لحظه سبز میشه. جانی بابا هیجان داری؟ من ببخشید من خیلی هیجان زده هم. قربونت بیام بابا. سلام ببخشید اگه امکان داشت صندوق موقعی بودن صندوق رو بس کنم آب یادم رفتش دارم این داشتون یکم جمعگیره دندونی چی تو نمیم بایست دستم بخت دماغت آدم زبونش جدم بالا سرش چرخون بایست اینم زبونتو بمونه این کشم خواهم اینم چقدر تیزه خیلی جون ببین بقیل من بیا بیا بقیل بیا خواهد بیاد این بر بشیم من بیام اون بر بشیم یه داره یه نشتوامات بزنم بیام اون بریم بیاد این بر اون تا بیا این برم اون میاد انگه بیش صف گرفتم نگران هیچی نباش مطمئنی؟ یکم فکر کن نه سر جاش نه آره همیز هست یه لحظه بکرم این چیزه نیست اون ولی رفته عقب بکرم آره دست اندازه زیاده اینجا تناب کشی نکنه خدا وکیلی دیوونه اصلا سنگ پرت میکنه میزنه شیشه همونه میشه اینو نگاه چه؟ آرامش بریم کرده بچه اوه چه رودخونه ای چقدر پر آبه خیلی آب داره میتونه بچه هنوزم کمک سنگین برات همون طرف بود خیلی آره آره؟ آره نه نمیدونم ولی تو چی کار داری؟ نه خواستم ببینم با ما یا نه چی کار دارم نه چی کار داری؟ نه واقعا پاترول خوب پاترول رفت من نیدم خوب رفت حالا بزنیم اون بعدی هایلوکس نه فوتونه نه با فوتون راحت میری قول میدیم آقا بزنم پیاده شم وسط آب نمیتونم پیاده شم فوتونم و یا اینجا به بعد دیگه سواری نیست ها من این چی بود؟ اینم اینو فوتون میگفت بود. سربالایی خفنه بری جلو یا نه اینم فوتون بود بعدی هم پاتروله پاتروله چه راحت میره پاترول از همشون راحت تر رفت حالا همه هایلوکس راحت تر میره الان این چیه؟ تایگره اون اصلا این مسیر واسه اینه آره اصلا انگار نه انگار از اون پای گوشته بگه پایین این استوری بگه گوشته اینجوری بگیر از کجا؟ بغل چرخ. خدا من بلد سالنگم میزنم
بخوای آخرش بگی چرا نندازی ها گوشی خودش روش بده که نندازی خودم میگیرم. نه میافتد دست تا ویدیو بگیر محکم بگی خب کجا همینجور بگیرم؟ بگی اون پایین خب بچه استوری. میگه رو میافته. به چرخ جلو رو به چرخ جلو اونجوری بخوای بگیری میافته ولش کن. بدم بگیر نه گوشی ما میندازی. خب من گوشیم که ولش کن نداره دیگه خدا. تموم شد ولش کن. بذار پیاده شم ازت بگیرم اصلا بذار پیاده شم ولی آب میپاچه به ولش کن آره. از همونجا بگیر اون داره میگیره اصلا نباشه این نیفته زندگی اون نیفته اون هست این موتوریه پشت سرم هرچی بیفته برمی‌داره میشم خب ما به موفقیت رفتیم. غلط کرد. رفتی از تو آبدارچی میومدی وایستاده بود اینجوری نشستی لبه صندلی رو گرفت یا اول پیدارم نه تاکسی ها بنده اونو سواد کنیم دیگه از چیز در بیاریم خوش اومد بیرون چی شد؟ از کمک در بیارم چی بود؟ مبخشتم جیپالی نگاه پلاک هم عوض نکرده حتی آره. اینجا بیرون نرفته این هستم موقعی مال که پلاک زمان شده جنگه. بیرون مال اومده. زمان شاهه. جنگ جهانی دوم. آره حتی اکثر من موقعی که پلاک شده اومده اینجا خدا وکیلی الان نیفتی یا این پایین نگاه نی اینجا لاستیک جیپه برو اون راه رو میدونم دست اندازش کم ولی اون اتقام میندازه تو دست انداز. که لذت ببرم واسه واسهش مهم حاجی داره صفت میگیره از اون نگاه کن اه عجب خریه یارو یا هو اون یه سنگکلی منکلی هر چیزه چی افتاد کس تقایش. همیشه یه پیرک پرک در اینجا؟ صحنه هست لطفا اینا تا کمر تو آب بودن اصلا یعنی اجاره ای هست آره جالبه ها میگه اجاره میده میای خودت بالا آره یه زیباییش رفت جون قشنگ کجا اومدی تو؟ رنگ. علفش هم تو دهنش آره پیش پیش آب معدنی ها ما میدونیم
آفتابی، اینجا جنگل‌های سیسنگانه. سلام سالیتک. خدا اون چرا آوازون شده ماشین؟ یه دقیقه میدم میتونی دندان جگر بگیریم من یه اسپری بگیرم. حواسم نبود. خب بگو من فیلم میگیرم. نگه هیچ که نگه سب میشسته ثبت شده. یک یک حرکت. این از خودروی خودم بگیرم. سلام سلام. ببین اینجا خوراک خودت بیره، یعنی هر سگی بیاد اینجا نامرده. واقعا خره اصلا به غیرتی. این پسره باید بپرسیم چی رو؟ که چیز میاد یا نه، اگه نه یه جیپ بگیریم بریم پایین. حالا الان نه مثلا 2 ساعت دیگه موتور یارو رو بگی یه دقیقه برو پایین بیا. نمیده؟ دیوونه ای؟ همین تریلر میگم. چرا من موتورشو بده من برم پایین توی رفیقم دیگه گلولا؟ بابا. من به رفیقم موتورم میدم. تو بیا در خونه. چرا این از برو این برد ما رو؟ بیفته. ما چرا پشت این همین؟ تو من موتور داشتم بیا من بگیر. چه سنمی با من داره یا موتور؟ الان میخوام باشه. بعد اون موتور یه نفره است، موتور 2 اصلا نفره. این اسکول شده این برو من نمیدونم جدول این درخت‌ها رو کم. اوه عجب جاییه، عجب جاییه، خیلی جای قشنگ خوبه؟ رویاییه. دوست دارید؟ دیگه ما ما این که دیگه فقط کار هر جای کنم. من جای مستقیم بد میشیم میارمتون که آخر. همونجا مستقیم. جمله منو داشتی؟ شما هی نره ما بیایم. برو زیر اون چادره که سایه باشه ماشین بزن. این مال کیه؟ نه الان یه جای صاف با پیدا کنیم ما. این وسط همین وسط خوبه. اینجا خیلی چند خوراک وسط چادره نیست. آره دیگه همین وسط هم. فقط این بعدش اینه که خیلی نزدیک اینجاییم. خب این شب سرسبش دهنمون صاف می‌کنه. این زیر این بر صاف نیست. اینجا چی؟ سینا جان اونجا صاف نیست. وسط اون 2 تا داره. اون ته چی؟ اینجا چی اینجا؟ خیلی دوره. اینجا دیگه اینها. خیلی دوره. سمت ماشینا باید. یه لحظه بیای پایین قشنگ جغرافیا میاد سمت دستت. ماشینا باید باشیم. البته یه ذره شیک داره. اینجا خب بهتره اگه می‌خوایم این کارو کنیم چون اینجا اینجا هم خوبه. سینا. ها؟ بریم تو همونو؟ آره اون نره. بنده عقب بیام؟ آدم همینجا بیا.
بودو بازی کن. عاشق نشم چی آدم صابر نشم چی اگه دیگه هیچ وقت بر نگشتی خندهات یادم نرفت چی شد حالم من بدتر از این چی یعنی به فکرم اصلا نیستی اگه بعد تو عاشق نشم چی آدم صابر نشم چی اگه دیگه هیچ وقت بر نگشتی خندهات یادم نرفت چی شد حالم من بدتر از هیچی یعنی به فکرم اصلا نیستی خیلی دورترم. بیا بده. بودو بیا بده. بگیر بیا. بودو بیا. بودو. بده. میخوای بازی کنی. بده بازی کنی. بده. سلام آرش کمالی. آرش اومده مهمون شما. ساعت خواب. جانم بودو بیاره. بودو بیا. تدی. بیا. نه همین اوکیه بودو بیا. میخوای باد بزن دستی بیارم نرم بزنم دارم میگه اون با چیزه رو بیار اون دستیه رو بیار همین یه نرم بیا. آفرین بزن. شب
اما رو بردی؟ من جامعه نه اینا رو هم تو دارم بده بیا یه صرف اینجوری در میاره اینجوری میزنه میشه دیجیمون میکنه چادر میشه البته ما اوایل یه چیزی چی بود؟ آگامون تبدیل میشه به دیجیمون آره بعد دست بعد که اومدیم و اینا دیدیم نه بابا شهر گنده ما همه نمکتون مثلا 3 تا جا بود فلفل سیاه فلفل نمک یه ذره حالش پره؟ من گذاشتم الان یکم جوش بیاد نریزه تو من گذاشتم یکم داغ بهتره بگیم اولین بار بعد وقتی این روز دیگه کلا زندگی رو فراموش کنید شوهرم میگم هر روز رو بسته کلا اینو خریدم با بسته دیگه خیلی دوست دارم و اون پسرم هم میذاره تو سبه بابا فلان چی بود دوست دادم گرفتی ولی به نظرم از این چادرهایی که بلند آره فعلا چادر زمینی خوبه نه ببین زیره کیسه خواب داری الان فقط همون زیره کیسه خواب انداختی دیشب آره اصلا ببین اون انقدر فومه دیگه نه من خودم برقیه نه علی خودتو گذاشت یک پیکاپ واقعی بود. و خیلی جوری کنه قشنگ گرمه بعد حالا یه سری هم بچه‌ها میگفتن دوش بادی هم خیلی میگفت یه جایی هست به سایز داخلتی میدوزه الان مثلا اگه بهرام یه دونه از اونها باشه اصلا خیس نمیشه فاصله بدنی داره سرمایه اصلا خیلی میگه ما دیشب فوما رو انداختیم دفعه چادر مسیر پس من مصاب این هم تو پتونم پایین هرچی مینداختیم آها نرفت خوب من نرفتم ولی امیر داشت برای چی؟ برای اینکه از پشت ماشین شما یه راه بود ما 2 تا پله رفتیم پایین نه اونجا رو ما رفتیم. آره این پله آخرش کردم اونجا الان اونجا گیر من کردم البته شاید بتونی مثلا سختی بگیری نه این من میرم حالا تلاش اونجوری نه خیلی علفینا آره گفتم گزنه اینا با کنم یه چیز از ببریم خود دیگه خبری میخوام این کلا این درخت‌ها رو بچینیم نه شیبش از این فیلم‌های آمازونی نه یه اینجوری با نیمچه میزنه این همون چیزه من چیز نداشتم فیل معروف اونجا فقط مواظب باش گردن اینو بزنه زد یه روز نظر خیلی خوبه بذارش بزنن جلوگیری از حالا دیدم میگم بیا بزن بیا بزن دیگه بیا من که همه دنیا خوردم دام بزن الان هدور ببینی داره با خودش حرف میزنه گردن بچه بود اینا برگه خودش حالا
بعد از این برمی‌گیم پایین روی خونه هم پره خیلی خوبه خونه بتونی یک چایی خونه دارم دیشتی بودی شیری چیاره علی تمام پاتو نگاه کن چیکار کردی باید شلوار بلند بپوشه بابا هم رفته دیگه دور تا دور مان برنامت گذاری کرده خیلی داره رعایت کنه اومده تو خونه داره علامت میزنه چادر من دور تا دورش بیشتر هدفش بهرامه الان یه علامت هم رو من میزنه اینجا نه تو رو بعد دیدی نشونه گیری شو این بچهش میکنه من خواهی آره دیشب من اینجا دیدمه این من اینجوری کن بعد رفت اون برای درخت دیدم چرخ چیه این؟ چیه؟ اونجا میگم چه چرخ چی بود؟ پیپشه بازم لیفترهایی که بوده یکی دیگه از اون برش باحاله اونی که منو زد نه اونی که اینجا همش این بین اصلا این سگ این کارتونه مال پرین بود اینجوری بود چشش دوگا آرژانتینا خیلی سعی خفنیه چی؟ نژاد دوگا آرژانتینا این دیروز مار دیدم کجا؟ اینقدر بود بچه مار بود اینقدر تو همون رودخونه که رفتم برم پایین تو راش بود مار آبی نیست ولی نه آبی نبود این مار خطری هم بود بچه ماره بود یه ذره داشتم فیلم میگفتم گفتم الان ننه میاد اینقدر خوشگل بود سفید بود رنگ قهوه‌ای داشت من خیلی هم مار چندشم میشه ماره هم خیلی میترسم مثلا چندشی هم من مار داشتم قبل ازدواجم یه سال طبقه بالامون بود عقد کرده بود خونه اولیه؟ خونه دومیه؟ نه خونه مادرم اینا بودم من نرفته بودم خونه خودم عقد کرده بود بعد روزی که داشتم اساسامو میبردم مامانم شک کرده بود بهش مثلا بچه‌هامو میادم بالا میگفتم بریم مار ببینیم شک کرده بود از بالا اومدم برم آکواریومو داشتم میبردم گفتم اون چی بود گفتم چیزی نبود از خونه بردمش بیرون بعد اومدم بهش گفتم اوه باورت نمیشه تا یه هفتهش خراب بود یه سال این بالا بوده من تنها بودم باشه چرا واقعا آدم باید مار نگه داره؟ سمی نبود مالا من اصلا هرچی چرا؟ لذتی نداره نه اون واسه همونم ردش کردم رفت خیلی خوشگل بود چیز بود اصلا به نظر من خوشگل نیست یه آکواریوم رفته بودم بهرام خب یه توی سوئد یعنی اتاق که چه عرض کنم یه سالن انقدر بزرگ بود بعد شیشه اینا مار بود وارد اتاق که میشه اینطور بود همین صدا رو فقط میشنید انواع اقسام مارا بود انواع و اقسام مثلا نتونستم نگاه کنم رفتم خیلی چندش هم میشه آره واقعا یه ذره تو قیافش ولی رو دست آدم خیلی عمره خیلی اصلا نمیتونم تست کنم همون مالا من اینجوری میگرفتمش دستم اینجوری دور دستم حلقه میزد بعد میگم کوچیک بود اون اینقدر بود نهایت میشد 1.20 متر به کلفتی همین انگشتم مثلا اونیا که میارن توی
سریالا و اینا مرده داره. یه بار سر پشت صحنه اومده بود آورده بود. پیکنه اون داشت یه بار من خفه میگه داشتم باشه عکس میگرفتم. آره اون خیلی بده. ملسا نمیدونم اسمش چیه. ملسا که مال من بود. همه به نوبت وایساده بودن. آقای به من گفت گفتم ببین من اصلا چندشم میشه اصلا. گفت به خدا کاریت نداره. گفتم اصلا به هیچ وجه. جغده رو برده بود و این ماره رو. من اصلا سمت من نیا. راور سگاش هم دیدم سگاش چی بود اصلا نجادش بلندا دوبر چی؟ دوبرمن داره. نه چیزای تازی داره. نه گوشش اینجوری هست میاره تو فیلم ها اینجوری پای تو دستش جلوش بلندتره. دوبرمنه؟ آره دوبرمن مشکی و قهوه‌ای خیلی خوبه خیلی گنده است. من نزدیک ندیده بودم تا اون موقع. تمساح داره. تمساح در رفته بودیم خونهش تصویربرداری هم باهاش. همونجا ماره رو داشتم بغل کرده بودم با عکس بگیریم اینا یهو صفر کرد. دور گردنم من بود کلش یک دردیه تا اینو بازش. بعد همین بوداشم ماره رو وا میکردن یکی نمیدونم چی شد کروکودی لول شد. همه حالا برید رو کابینت ها مثلا رو کابینت ها کشو بود پر مار. ما رو کابینت اینا هم داشتن این ماره رو میکشیدن رو کابینت یک اوضاعی یه خطریه واقعا. پیتون هم یه متر 2 متر او 6 خیلی آره اون بابا زرده دیگه. آره عکس هم هست پیتون یه دونه هم سفید هم داره ولی زرده خب خیلی بزرگتره. تو مهران مدیری هم آورده بود. چیز هم داره این رو آفتاب پرسته. بزرگی آفتاب پرسته. خوشم نمیاد. تمام حیوانای سینما رو میاره فعلا داره. یکی دیگه هم هست ولی خب معروفه اینه دیگه. چیه رهبر امیره؟ امیر رهبر. من جنگل نیست دیگه. بعدش فصلش تمام میشه همه این کویر و کویرم حال نمیده واقعیت. چرا با کویر که خوبه شما؟ آتیش بازی نداری گاز باید روشن کنی. راست این چوب پیدا نمیشه. باید ببری هیزم بخور. چقدر آدم نه هیزم درست سایی ببری مثلا کنده درخت ببری 2-3 تا کنده میذاری بالا چیز میاری اونجا خورد میکنی. ولی کنده درست سایی که مثلا بسوزه یه روز کامل. کنده های سری درست کردن وسط شهیم ور سوراخی از این ور یه سوراخی این ورش دادن مثلا وسطش آتیش میندازی دیگه شروع میکنن سوختن. یه 12 ساعت 400,000 400,000 تا خیلی. نه بابا خودت درست کن یه تو کنده هم بخوای بخری همین دیگه واسه 300 تومن پوله. آره دیگه. من دوره صحبتش شد داره میخوره. دماغت خوب شد. نه هنوز بزرگ بود. حالا که میخواد روز اول اصلا من میگم دیدمت بگم اول که دیدم آقا اول کرده بزرگش کرده. میده موهات من زیر پوستات میره رو واسه دل منو میبری آره با یه چشم من مشغول چیدن پایه های عشقم مشغول خوندن آیه های صدای زندگی میده خندت تو هر نو پادشاهی میشه بردت منم یه شاکی جلو چشای تو پیش و ماتم ولی همه خوبی ولی شباتم یه حس آرامش میده دستا تو چشمامون به هم خیره پس ما
آخه تخت صدا میده. در شیشه که بالاه بعد این احساس کن شاید بزن اینجوری آه. نه اون ضربه داشت اون لحظه ای که بیل نبود من مطمئن بودم که بیل افتاده مثلا با اون صدایی که بیل افتاده اصلا جاش هم خالی بود چون همه بودن اون نبود جاش خالی بود بعد جای شما خالی صندلی هم یه بیل توش خالی بود کجا پریم؟ همه دختر علی نداری دیگه باشه اصلا دقیقا کدومه ده بگم تو کدومه